سلام و وقت بخیر. نخستین مرحله تطبیق واکسن ویروس کرونا به حضور داشت رئیس جمهور غنی آغاز شد. مقامات گفتند در مرحله اول این واکسن به نیروهای امنیتی، پرسنل صحی و کارمندان رسانه‌ای کشور تطبیق شده است. اردوی پاکستان یک بار دیگر تاکید کرد که پروسه صلح افغانستان به نفع اسلام آباد می باشد و مذاکرات بین الافغانی پیشرفت مثبت دارد. ژنرال بابر افتخار گفته است موانع مذاکرات به زودی برطرف خواهند شد، اما تحلیلگران افغان بر نیت پاکستان در قبال افغانستان شک دارند. وزارت دفاع ملی میگوید نیروهای افغان بر 90% خاک کشور حاکمیت دارند. شاه محمود میاخیل معاون این وزارت گفته است در گفتگوهای صلح بالای نیروهای امنیتی هیچ گونه معامله صورت نخواهد گرفت. ناتو میگوید هنوز زمان خروج سربازانش از افغانستان فرا نرسیده است. ینس استولتنبرگ منشی این سازمان گفته است به این فیصله رسیدند که اکنون خروج سربازان از افغانستان سودمند نیست. و یونما میگوید تلفات ملکی در افغانستان بعد از آغاز مذاکرات صلح افزایش یافته است. در راپور این سازمان نگاشته شده است که در سال 2020 بیش از 3000 فرد ملکی در افغانستان شهید شدند.